گوش کردن موسیقی که حرام است، سرایندگی هم حرام است و پولی که از سرایندگی به دست می آید آن هم حرام است و البته که از پول حرام وقتی خرید میکنی آن هم حرام است. من اصلا نمیگویم که حافظان هدیهشون حلال، لباسشون حلال، البته که حرام است و چیزی که در شریعت حرام است مزمار شیطان میگویند اینها از زمزمه کننده های شیطان هستند و در سوره لقمان آیتی آمده رو و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. عبدالله ابن مسعود خطا نکنم میگویند این آیت قسم به الله که درباره سراینده ها هست. در اسلام فقط در توی و مناسبت توی عروسی یا توی ختنه توی فقط دایره زدن جایز، اما اون رقص و سرودهایی که امروز دیده استاده سراینده ها هرچی سراینده تر شدن، هرچی اوریان و هرچی فقط سرود درباره عشق و درباره چیز دیگر